الان تاریکیه به خودم تست ممنونم خوشحال Jesteście Pisz. Gosne. Burası. مویی داره اونجا نه؟ مویی داره مویی بگیریم؟ ای زیما مویی چه باید یونبان بریم یا نه؟ اسمت چنه تو؟ اسمت تو چنه؟ ها؟ نه بابا نه قشنگه اینجا ازت نیومیم؟ ها؟ نه جاش عالیه نه به بارون نیای بارون نه یه معدن سنگ اینجا بی معدن سنگ؟ ها آبشار پوینتره؟ من پوینت دست در نکن بچه کار نداری؟ کار نداری؟ برم اونجا چی باید کن بعد بیام ها؟ سلام دوستان یه جای توپ اومدیم وای خدا همه جا اینقدر قشنگه فقط به عشق شما میام کلیپایی میگیریم که شما عشق کنید امیدوارم دوستان حمایت کنید یوتیوب حمایت کنید سابسکرایب کنید دمتون گرم نگاه بهش
الله الرحمن الرحیم. خوشگلن. دوستان خوبم، بریم سراغ حشو خوزستانی که تو کل ایران صدا در کرده. آقا حشو با سبزی فوق‌العاده ماهی که شامل گیشنیزه و ادویه‌های نیاز، نمک، ادویه کاری، فلفل قرمز، فلفل سیاه. این سبزی که دارین شما مشاهده میکنید دوستان سبزی بومی خوزستانه، گاگله و ربگوجه، سیر باید له شده باشه، باید، چون الان له میکنم، چون ما الان فعلا تو طبیعت هستیم، الان له نکردم، الان له میکنم و این باید یکم کوبیده بشه و تمر هندی که بریم سراغ یه حشو فوق العاده. دوستتون دارم. پیاز میذاریم، یه ذره تپ بخوره دوستان. سبزی ماهی، سیر زیاد حشو رو فوق‌العاده میکنه، فوق‌العاده. خب پیازاش به این مرحله رسیدن، خوشحالا نگاه چه گویه دیگه، چه خدا. خب سیر اضافه میکنیم، خب دوستان حالا بریم سراغ سبزی. وای خدا، خب سبزی محلی خوزستان اونم اضافه کنیم. اگر این سبزی رو حالا گیر آوردین دیگه نمک کمتر استفاده کنین دوستان. خب ادویه کاری، نمک کمتر میذارم چون من از سبزی بومی استفاده کردم. سبزی بومی طعمش شوره. فلفل قرمز، فلفل سیاه. چه بوی خدا. دوستان خوبم، اگر از سبزی تازه استفاده میکنید
سبزی تازه رو زیاد تفت ندید لطفاً، که چون این همراه با ماهی دوباره میرسه زغال. به نظر من نیم پز باشه بهتره. رب گوجه هم اضاف کنیم. وای خدا، این به دل خواست، ولی خب واقعا طعمش رو فوق العاده میکنه. حتما استفاده کن. از ما گفتم. وای به 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 به. بمشونیش. برنج چمپای رامرمز. به به. کیا بردن برنج پاک کنن؟ شوخی میکنن دوستان. همه مردای ایرانی فوق‌العاده‌ان. خب دوستان، تمر هندیش هم اضاف کردیم. نگاه خدا، یه بویی داره واقعا فوق‌العاده است. رستم باربیکیو فوق‌العاده است. وای خدا، چی شد ماشاءالله. وای 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 وای. چی شد فوق‌العاده است، فوق‌العاده. عالیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا، قربونت برم. دوست دارم.
دوستان و همراهان عزیز دوستتون دارم، شما دوستتون دارم. آقا ایشالله مثل همیشه که همه جا منو همراهی کردین، لطفا چنل یوتیوب منو حمایت کنید، برای دوستانتون بفرستید. ما اینجا میخوایم کلیپایی که داریم میسازیم، یعنی هدف من اینه که سبک زندگی تمام با فرهنگ‌های خوزستانی رو به تصویر بکشید. امیدوارم حمایتم کنید. دوستتون دارم، مراقب خودتون حتما باش.